دوستان گرامی، شما با سیستم سولر و یا سولر برقی آشنایی دارید که با طلوع آفتاب سیستم برق فعال می شود و با غروب آفتاب سیستم برق قطع می شود. همچنان ما اطفال سولری و یا اطفال آفتابی هم داریم که با طلوع آفتاب این اطفال فعالیت فیزیکی نرمال دارند، شوخی میکنند، بازی میکنند، اما با غروب آفتاب این اطفال فلج می شوند. دوپامین یک نیوروترانسمیتر است که در دماغ تولید می شود. تمام حرکات و فعالیت های ما از قبیل خندیدن، نان خوردن، نوشیدن وابسته به دوپامین است که خداوند جل جلاله این دوپامین را در دماغ ما می سازد. تولید دوپامین این اطفال وابسته به شعاع آفتاب بود که در موجودیت نور آفتاب دوپامین اینها تولید می شد و به فعالیت های روزمره خود ادامه می دادند. بنابراین نور